نجات بخشان در مسکو عملیات جستجوی سه کارگر را که روز هفتم آگوست سال 2022 هنگام تعمیر یک چاه کانالیزاسیونی در کوچه کراسنودارسکایا در منطقه لوبلینو به چاه افتادن به پایان رسانیدند. شام هفتم آگوست نجات بخشان هر سه کارگر در چاه غرق شده را پیدا کردند. تفصیلات عملیات جستجو هنوز نشر نشده است، ولی قبلا خبر داده بودیم که نخستین نفر از این سه کارگر را در حدود باغ مارینسکی یگان 2 کیلومتر پایینتر از کوچه کراسنودارسکایا پیدا کردند. متاسفانه نگرانی ها درباره احتمال مهاجران بودن این سه قربانی راست برآمد. این سه کارگر جوان علاق شده که سالهای تولدشان 1999 2001 و 2002 بوده است و در حقیقت مهاجران کره از آسیای مرکزی اند. 2 نفرش از قرقیزستان و یکی دیگر از تاجیکستان بودند. دادستانی مسکو گفت قضیه مرگ سه کارگر در لوبلینو را تحقیق میکنند. حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی در رابطه با این حادثه در دست بررسی قرار دارد. طبق قبلا خبر دادیم روز هفتم آگوست سال 2022 هنگام انجام کارهای تعمیری در یک چاه کانالیزاسیونی در کوچه کراسنودارسک در منطقه لوبلینو شهر مسکو بر اثر بارشات زیاد دیوار این چاه کنده شده است و 13 کارگر به درونش افتادند. 6 نفر آنها توانستند مستقلانه بیرون شوند. 4 نفر دیگر را نجات بخشان MTS که به جای حادثه آمدند بیرون کشیدند. 3 نفر دیگر را متاسفانه آب برد. نجات بخشان هنوز همان وقت گفته بودند که امیدشان به پیدا کردن آنها چندان زیاد نیست. اگر پیدا هم کنند این معجزه خواهد بود. بنا به خبرها وضع را در محله عملیات نجات بارشات شدید وزن‌تر کرده بود. محض باران‌های سخت باعث کنده شدن دیوار چاه و افتیدن یک بریگاد کارگران شد. سبب در چنین چاه در ماندن و بیرون برآمدن نتوانستن سه کارگر نیز بارشات گفته می شود، چون که باران سبب خیلی بالا رفتن سطح آب در درون چاه شده است و مجرای آب چنان سخت شده است که سه کارگر را کشیده برده است.